وطندارای عزیز، سلامتی خداوند، سرور سلامتی، پادشاه سلامتی کت شما باشد. در هر جایی که هستین خدا را شکر میکنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که او بر ما داده تا که ما به حضور او بیاییم و او را پرستش بکنیم و او را ستایش، بله، و از او یاد بگیریم، از او تعلیم بگیریم. خدا را شکر میکنیم که عیسی مسیح برای ما ای را گفته، بله، او برای ما ای را درس داده، او برای ما ای را مثال بسیار خوب گذاشته که چرا ما از او تعلیم بگیریم. یکی از مهمترین چیزهایی که خداوند عیسی مسیح قبل از اینکه با آسمان بره برای شاگردای خود گفت برین و از تمام ملت ها شاگرد بسازین و واره در نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بتین و تمامی چیزهایی که ما بر شما گفتیم بر از وا تعلیم بتین. و ببینین تا آخر از این ایام مکت شما هستم، یعنی تا آخر از این دور فیض، تا زمانی که عیسی مسیح برمیگرده، اینمی دوران، بله، مکت شما هستم. عیسی مسیح میگه ایمانوئل، یعنی خدا با شماست، من با شما هستم. او میگه که مردم چیزهایی که ما برای شما گفتیم تعلیم بتین. و عیسی مسیح در مورد عظمی تعلیم میگه که ای تمامی کسایی که زحمت میکشین و گرانبار هستین پیش ما بیاین و ما شما را آرامش میتم. یوغ مرا بر خود بگیرین و از ما تعلیم بگیرین، از ما تعلیم بیافین. یافت تعلیم وقتی که ما سرش غار میکنیم، عیسی مسیح میگه از ما بیافین، پیش ماست، خزانه علم پیش ماست، زیرا که من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، چرا که یوغ من خفیف است، یوغ من خفیف است و بار من خیلی سبک است. عیسی مسیح میگه من بارهای گرنگ مذهبی، فلسفوی و دنیوی را بالای شما نمیندازم که اینی را بکنین و نور نکنین، اینی را بکنین و نور اگر اینی را کردین در غضب میفتین. درست است، وقتی که ما اشتباه میکنیم در غضب میفتیم. و اما عیسی مسیح میگه که من دستگیر شما هستم. اگر شما از من تعلیم میگیرین، تعلیم از من میافین، چون من منبع علم هستم، من شما را کمک میکنم و شما در زندگیتان، در جانهایتان، بلکه در قلبتان آرامش ابدی را پیدا میکنین. و عیسی مسیح میگه که آرامش و صلح که ما برای شما میتونم، متوجه باشین که دنیا نمیتونه او آرامش به طوری که ما برای شما میتونم بده. فصل 14 انجیل یوحنا میگه که سلامتی برای شما ما در اینجا میگذارم، من سلامتی خود برای شما میتونم. عیسی مسیح میگه من سلامتی خود برای شما میتونم. وقتی که عیسی مسیح میگه من سلامتی خود برای شما میتونم، یکی از نامهای عیسی مسیح است پادشاه سلامتی یا سرور سلامتی یا شاهزاده سلامتی. و میگه که سلامتی بدون من وجود نداره. اگر سلامتی دیگر شما فکر میکنین هست، او سلامتی دروغین است، سلامتی ناپایدار هست. از اما خاطر او میگه من سلامتی خود برای شما میتونم، سلامتی که از ما است، از آن ما است و ابدی است، او را من برای شما میتونم. باز میگه دنیا نمیتونه این سلامتی را به طوری که من برای شما میتونم بده. دنیا هرگز نمیتونه این سلامتی را به طوری که من برای شما میتونم بده. حاصل از این سلامتی، حاصل از این آرامش، منبعش، سرچشمهش تنها ما هستم. عیسی مسیح میگه، از همین خاطر میگه دلهای شما پریشان نشود و ترسان هم نباشین. وقتی که ما سلامتی عیسی مسیح را داریم، وقتی که ما آرامش عیسی مسیح را داریم، آرامش دنیوی نه. در آرامش دنیوی ما میبینیم که هر وقت
یک سلامتی را ما کوشش میکنیم داشته باشیم. حتی در خانواده خود ما میبینیم که او در هم بر هم میشه، او به هم میپاشه. بله، بین کشورها، بین سیاستدانها، بین فامیلها، بین اقوام یک قسم سلامتی ها آمده و رفته، و اما سلامتی که عیسی مسیح میته او ابدی است، اطمینان ابدی که در او ما محفوظ هستیم. پس وقتی که ما تعلیم او را میافیم، وقتی ما از تعلیم او پیروی میکنیم، ما هرگز نمیلغزیم، ما هرگز نمیلغزیم. عیسی مسیح میگه من نور جهان هستم، کسی که از پشت ما بیاید تاریکی جغل نمیکنه، بلکه نور حیات میافه. این کلمات عیسی مسیح است. خداوند میگه که کسی که از پشت ما بیاید در تاریکی گمراه نمیشه، در تاریکی جغل نمیکنه، بلکه او نور زندگی را میتونه که داشته باشه. بله، ایست وعده عیسی مسیح خداوند. و ما دعا میکنیم امروز که تمامی ما اینمی سلامتی عیسی مسیح را حاصل بکنیم. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم که تو این وقت بسیار خوبه برای ما عطا فرمودی، این وقت بسیار خوبه برای ما دادی تا که ما به حضور تو بیاییم و از تو تعلیم بگیریم و سلامتی تو را حاصل بکنیم. خدای تو ما را کمک بکن. خدای تو وطندارای عزیز ما را در افغانستان، در ایران، در تاجیکستان، در پاکستان، در سراسر دنیا کمک بکن. ای خداوند عزیز، تا که مردم ما سلامتی تو را حاصل بکنن، سلامتی ابدی را حاصل بکنن که از آن عیسی مسیح، تا که ما وارث از او سلامتی شویم. خدای تو مدد فرما. کسانی که مریض هستند ای خداوند عزیز تو شفا بدی. کسانی که در سفر هستند، مسافر هستند، مهاجر هستند، در بدر هستند، ای خداوند تو خانه وا باش. تو ای خداوند قلعه از وا باش. تو ای خداوند پناه از وا باش و پناهگاه از وا باش. خدایا مدد فرما. خدایا کسایی که مریض هستند شفا بده. ای خداوند ما بر از این دخترکی که در کلیسیای ما هستند کوری دعا میکنم، ای خداوند که توی دخترکی بسیار نازنین شفا بده. ای خداوند پدر و مادرش تسلی کامل بده و فیض عطا کن. دعا میکنم کوری جان به نام عیسی مسیح شفا بیافت. ای خداوند عزیز کمک کن. خدایا تو مدد فرما ما را، هر کدام ما را در فامیل ما، در زندگی ما، که ما پیروی تو باشیم، که ما پیروی تو را بکنیم در هر چیز و از تو اطاعت بکنیم. خدای قلب‌های کسایی که به تو ایمان ندارن امروز باز کن تا که وا به تو ایمان بیارن. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. آمین. خدا را شکر میکنیم که باز هم میتونیم کلام مقدس خدا را باز بکنیم. و اگر شما کلام خدا دارین لطفاً کلام خدا را باز بکنین تا که ما از کلام خدا یک جای یاد بگیریم. اگر کلام خدا در دست شما نیست، ما دعا میکنیم که خداوند در زمان معینش، بله در زمانی که او میخواد بر شما برسانه، مثل که برای برادر محمد کلام خدا را رساند. او بارها تلفن میکرد و درخواست دعا میکرد که کلام خدا را پیدا بکنه و بالاخره کلام خدا برش یافته شد. خدا را شکر میکنیم. و اما این برنامه را تعقیب بکنین و ما از کلام خدا چیزهای بسیار خوبه برای شما دوستای عزیز، برادرها و خوارای عزیز ما بخش میکنیم. و ما شخصا بسیار چیزهای خوب یاد گرفتم وقتی که من تحقیق کردم، وقتی که من کلام خدا رجوع کردم، چیزهای خوب یاد گرفتم از اینجا. واقعا قلب من لمس شده و من دعا میکنم قلب شما هم لمس میشه امروز. اگر شما سوالی دارین، اگر شما چیز دارین که در رابطه با موضوع امروز، که وقتی ما در مشکلیم، در رابطه با موضوع امروز اگر شما سوالی دارین، خواهش میکنم که برای ما تلفن بکنین و ما کوشش میکنیم براتون پاسخ بدیم. امروز ما در مورد مشکلات در نتیجه اشتباه خود ما
باز هم قسمت سیوم از امیر صحبت میکنیم. البته دو قسمت دیگر را داریم که چندین برنامه‌های دیگر را شاید در بر بگیره، و اما امروز ما در مورد مشکلات در نتیجه اشتباه خود ما، امروز ما در مورد بنی اسرائیل که و مانند دیگه اقوام پادشاه خواستن و در مورد سموئیل نبی از کلام مقدس خدا بعضی چیزها را میخوانیم که کلام خدا برای ما در مورد از این چی میگه. ما در کلام خدا میخوانیم که خداوند بنی اسرائیل انتخاب کرد به خاطر یک مقصد خاص، و مقصد خداوند ای بود که بنی اسرائیل چیزی که خدا میخواه امور بین مردم دیگه بخش بکنه تا که خدا را جلال بده. به این خاطر نه که بنی اسرائیل بهتر و خوبتر قوم و یا نسل از دیگه اقوام عالم بود، بلکه به این خاطر که خداوند مطابق وعده خود که به ابراهیم کرد، خداوند امو وعده را پیش میبره و بالاخره یک قوم انتخاب میکنه تا که به اقوام دیگه کلامش برسانه. و ما میبینیم اشتباهات بسیار زیادی بنی اسرائیل، نه تنها از بنی اسرائیل بلکه از ابراهیم، از اسحاق، از یعقوب و بالاخره از بسیار کسای دیگر به شمول موسی و هارون و غیره، یا تماما اشتباهات زیادی داشتن یا همه گناهکار بودن. بجز خدا دیگه هر کسی گناهکار هست. بله، ما در گناه هستیم و ما میبینیم که زندگی مردم بنی اسرائیل در عهد جدید، کلام خدا کلامی است که تمامی از این زندگی ها را واضح میکنه برای ما. وقتی در مورد گناه های بسیار عمیق بنده های خدا کلام خدا صحبت میکنه، کلام خدا نمیخواه هیچ چیز را پنهان بکنه. چرا؟ کلام خدا خواسته از طریق کلام خود و بنده های خود استفاده بکنه. حتی اشتباهات از وقتی که در اینجا نوشته میکنه برای ما یک پند است، برای ما یک درس است، یک تعلیم است که ما چطور به راه خدا درست باشیم، چطور ما پارسا باشیم. این همیست چیزهایی را که ما امروز در مورد از کلام خدا صحبت میکنیم. پس موضوع ما امروز است مشکلات در نتیجه اشتباه خود ما، و امروز ما در مورد بنی اسرائیل که مانند اقوام دیگر، اینمی سه کلمه را ما سرش توجه میکنیم. مانند اقوام دیگر پادشاه خواستن و در مورد سموئیل نبی بعض چیزها را از کلام خدا یاد میگیریم. و اما بیاین که یک تلفن از ایران از شایسته جان بگیریم. خسته نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو هلو هلو. فکر میکنم که تلفن کار نمیکنه و ما ازشان خواهش میکنیم که دوباره برای ما زنگ بزنن تا که ما بتونیم کتشان صحبت بکنیم. پس میایم در مورد از اینکه خداوند در کلام خود در مورد پادشاه داشتن بنی اسرائیل چی صحبت میکنه. آیا خدا هرگز نمیخواست که بنی اسرائیل پادشاه داشته باشه؟ نه، خداوند پادشاه بنی اسرائیل بود. خداوند خودش پادشاه بنی اسرائیل بود. پادشاه داشتن و یا پادشاه نداشتن موضوع اصلی نیست، بلکه موضوع اصلی است که پادشاه داشتن را در رضای خدا و در احکام خدا، چیزی که خدا برای ما فرموده پادشاه داشتن را، مطابق خواست خدا داشتن را موضوع اصلی است. ما در کتاب تثنیه در فصل 17 آیت 14 تا 20 از کلام خداوند میخوانیم که خداوند 400 سال پیش از موضوع از این که بنی اسرائیل پیش سموئیل آمدن و خواستن که ما میخوایم پادشاه داشته باشیم، خداوند پیش ای را گفته که زمانی میشه که پادشاه میخواین. و اما چیزی که خدا یک پادشاه را برای قوم بنی اسرائیل و یا بر هر قوم دیگه میخواه، این چی هست؟ متوجه باشیم کلام خدا چی میگه. بعد از این که
در اینجا ما میخوانیم بعد از اینکه سرزمین را که خداوند به شما خواهد داد تصرف کردید و در آن ساکن شدید، آنگاه شما خواهید گفت که مانند اقوام دیگری که اطراف شما هستند به پادشاهی نیاز دارید. اینجا کلمه مانند اقوام دیگری را ما توجه میکنیم سرش. باز کلام خدا میگه به پادشاهی نیاز دارید. مطمئن باشید که پادشاهی را که انتخاب میکنید برگزیده خداوند است. هر پادشاه را هر رهبر خداوند انتخاب میکنه، چی خوب باشه چی بد باشه خداوند انتخاب میکنه مطابق از اینکه خداوند برای ما تعلیم بده. و اما کلام خدا چی میگه اینجا؟ خدا خاص خدا در مورد یک پادشاه چیست؟ او باید، کلام خدا، او باید از قوم شما باشد، بیگانه را برای پادشاهی انتخاب نکنید. کلمه بیگانه اینجا معنای کسی که ایمان نداره به خدای یکتا میشه. بیگانه را برای پادشاهی انتخاب نکنید. پادشاه نباید تعداد زیادی اسب برای ارتش خود داشته باشد و او نباید مردم را به مصر بفرستد تا اسب بخرند، زیرا خداوند گفته است که هرگز به مصر باز نگردید. چون خداوند گفته در جایی که من شما را آوردم در اونجا برکت میتم، پس از کلام من نگردین، جای دیگه نروین. پادشاه نباید زنهای فراوانی داشته باشد، چون خداوند یک زن و یک مرد انتخاب کرده که همسر باشند، زیرا این باعث می شود که از خداوند دور بشود. او نباید برای خود نقره و طلای زیادی جمع کند. هنگامی که او پادشاه شد، متوجه باشین، هنگامی که او پادشاه شد باید نسخه از قوانین خداوند و تعالیم او را از روی نسخه اصلی که توسط کاهنان نگهداری می شود داشته باشد. متوجه باشید این بسیار مهم است که او شخصی باشه که کلام خدا را همیشه سرش توجه بکنه، تفکر بکنه و تعلیم بگیره از کلام خدا. این مهم است برای از او پادشاه. او باید این کتاب را در دسترس خود نگه دارد و در تمام طول عمرش، در تمام طول، یک وقت نه، دو وقت نه، در تمام طول عمرش از آن بخواند تا یاد بگیرد. کلمه یاد بگیرد مثل که عیسی مسیح میگه از من تعلیم بگیرد، از من یاد بگیرد که چگونه خداوند را احترام بگذارد و از همه فرمانهای او با دقت پیروی کند. این کار باعث می شود که فکر نکند از دیگر مردم اسرائیل برتر است. متوجه باشید، تا که او فکر نکنه که از دیگر مردم قوم کده برتر است. یک پادشاه هیچ وقت این فکر نباشه که این ما پادشاه هستم از دیگر کده بالاتر هستم. خداوند میگه پادشاهی را که من میخوایم برای شما انتخاب کنم، پادشاهی که مورد نظر من است، پادشاهی که مطابق قلب من است، خداوند میگه او کسی باید باشه که او هر انسان دیگر کاملا مساوی، از نگاه مساویانه، از نگاه مساوات ببینه. او این را نگویه که من بهتر هستم، چون خداوند میگه که خداوند میتونست گرد یک فامیل تولد بکنه که او به هیچ پادشاهی و غیره نرسه. خداوند، ما میبینیم که در عهد کهنه خداوند کسایی را پادشاه انتخاب میکنه مثل چوپان و یا مثل شاول اولین پادشاهی بنی اسرائیل. او پادشاه نبود و اما خداوند ما میبینیم که او انتخاب میکنه و از فرامین خداوند منحرف نشود، از فرامین خداوند منحرف نشود. پس برای سالیان زیادی پادشاهی خواهد کرد و فرزندان او برای نسلها بر اسرائیل حکومت خواهند کرد. کتاب تثنیه فصل 17 آیات 14 تا 20. پس ما در اینجا چی میخوانیم؟ خداوند مخالف پادشاه برای بنی اسرائیل نبود هرگز، بلکه خداوند میخواست که بنی اسرائیل مانند دیگه اقوام نباشد. وقتی که ما در مورد مانند دیگه اقوام صحبت میکنیم به معنای از است که مانند کسانی که قوانین خدا را احترام نمیگذارند. به این معناست کسانی که از قوانین خدا دوری میکنند، کسانی که خدای یکتا را نمیشناسند و به برکات خدا که
خداوند بر هر کسی میده، چی کسی که به او ایمان داشته باشه چی نداشته باشه، او برکاتش نادیده میگیرن و به بت‌ها روی میارن، بت‌ها را پرستش میکنن و از دست خود چیزهای دیگری میسازن و یا خرافات فکری برای خود میسازن که به او توجه کنن و او را پرستش بکنن. بعضی کسا میگن کسانی که به خدا ایمان ندارن و یا ایتیست ها و هیچ چیز را پرستش نمی کنن. بله، و پرستش میکنن و مادیات پرستش میکنن و توجه میکنن به چیزهایی که خودشان ساخته و به او ببالن و خودپرستی میکنن و باز هم بت پرست هستن. و اما کسانی که به خدا رجوع میکنن، کسانی که قوانین خدا را احترام میکنن، کسانی که ترس خدا را در قلب خود دارن و سرفراز می باشند و کسانی می باشند که آیندهشان تضمین می باشد در دست خداوند و برکات خداوند همیشه بر و تابان می باشد. پس ما در مورد سموئیل از تمامیل می خوانیم. در کتاب اول سموئیل فصل 8 آیات اول تا 3 ما می‌خوانیم. وقتی سموئیل به سن پیری رسید، ساموئیل یک نبی بسیار خوب خدا بود. پسران خود را به عنوان داور بر اسرائیل گماشت. نام پسر اول او یوئیل و دومی ابیا بود که در برشبه داوری نمودند. اما پسرانش بر راه او، متوجه باشین، بر راه او یعنی چی؟ راه سموئیل چی راهی بود؟ راه سموئیل احکام خداوند بود. راه سموئیل چیزی که خداوند برش میگفت او راه بود. اما پسران او به راه او نرفتند. آنها برای سود شخصی خود کار کرده رشوه می گرفتند و عدالت را پایمال می کردند. کلام خدا در کتاب تثنیه چی گفته در مورد پادشاه ها؟ یک پادشاهی که پادشاه شما، یک شخصی که پادشاه شما باشه، باید خود پرست نباشه، باید بر خود اوزار و طلا و اسب و این چیزا را جمع نکنه، باید خود را بالاتر از دیگر کسا فکر نکنه. و دو فرزند سموئیل نبی که خودش خدا پرست بود، یک قدر خدا را دوست داشت. اشتباه بسیار بزرگی که سموئیل نبی ایجا میکنه اقربا پرستی است. اگر شما در یک دفتر کار میکنین، در یک مؤسسه کار میکنین، شما دیگه کسا را نادیده میگیرین. فرض که شما یک مامور صاحب و یا یک مدیر صاحب و یا یک رئیس صاحب از اون محکمه هستین و کسی برای شما عریضه میته و یک کسی دیگه هم یک نوت دیگه هم نوشته میکنه که مدیر صاحب ای بچه کاکای ماست و یا ای بچه خاله ماست و یا ای بچه ماست، شما خو مرا میشناسین، من دوست شما هستم، لطفا امیره بگیرین. در حالی که بعضی کسای دیگر لایقتر و بهتر از او شخص هستند و هم عریضه داده، شما او را نادیده میگیرین و این کسی که صاحب خط برای شما نوشته کرده و یا واسطه ای آورده، شما او را قبول میکنین، در حالی که اشخاص بسیار خوبتر. کلام خدا میگه در اینجاست اشتباه ما که ما اقربا پرستی میکنیم، ما یک جانبه فکر میکنیم، ما کسانی را انتخاب میکنیم که دلخواه خود ما باشه، کسانی که مفاد شخصی به خود ما برسانه و یا ما نام خود بالاتر بکنیم. که نه بچه کاکا جان دیدی من تو را اینجا کار دادم از خاطر که من کاکایت هستم و یا از خاطر که من پدرت میشناسم، از خاطر که من بعض خاندانت میشناسم و غیره. و صباح روز در محافل شما تشکری از دعا حاصل بکنین. به این خاطر کلام خدا میگه که متوجه باشین، اقربا پرستی نکنین. سموئیل نبی با وجود از اینکه نبی بسیار خوب، خدا پرست و بسیار خدا پرست بود و اما اشتباه بسیار کلانی کرد و این اشتباه سموئیل نبی باعث میشه که مردم بنی اسرائیل بیایه و سموئیل نبی را بگه برای ما یک پادشاه بده، ما میخوایم پادشاه
داشته باشیم. و اما متاسفانه چه قسم پادشاه داشته باشیم ایست جای تأسف. ما میفهمیم که در عهد عتیق کتاب قضات و یا این کتاب به نام داوران هم یاد میکنیم. خداوند قبل از پادشاهان داورانی را داشته بالا میکرد که بالای بنی اسرائیل بعضی چیزهای، بعضی کارهای مهم تصفیه بکنه. و کاری از این قضات، کاری از این داورها این نبود که برای دائمی داور بودن، نه، وقتی بر یک وقت بسیار کم داوری میکردن، وقت بسیار کم داوری میکردن. مثلا اگر یک جنگ میخیست، خداوند یک داور را انتخاب میکرد که او داور، او قاضی مردم بنی اسرائیل رهبری کنه با حکمتی که خدا برای از او شخص میبخشید تا که بنی اسرائیل به درستی داوری بکنه. و بعد از حل مسئله این قاضی دیگه قاضی نمیماند. و اما فرق بین قاضی و پادشاه نمیست که قاضی دائمی نمیمانه، در حالی که پادشاه در او زمان دائمی پادشاه می بود، عمری پادشاه می بود. بلکه نه تنها عمری پادشاه می بود، بلکه بعد از او بچه‌هایش هم پادشاه می بودن. پادشاه از یک نسل در دیگر نسل در یک خانوار می بود. خداوند این را واضح کرده بود که نمی تو هست. پس فرق بین دوران قضات و یا داوران و دوران پادشاهان بنی اسرائیل است که پادشاهان بنی اسرائیل از یک نسل در نسل دیگر پادشاه بودن. قضات برای یک وقت کم، برای یک حل مسئله و از طرف خداوند بنی اسرائیل یاری و رهبری میکردن. پس در او زمان پادشاه حقیقی، حکمران حقیقی خداوند خودش بود. پادشاه بنی اسرائیل خود خدا بود. و اما ما میخوانیم که اشتباه یک شخص که او اقربا پرستی میکنه، بچهای خدا به حیث داور انتخاب میکنه. خداوند هرگز را نخواسته بود. تمام کتاب داوران در اینجا واضح است که خداوند یک قسم نمیخواد. خداوند از مختلف خانوارها داورها را انتخاب میکرد و اما سموئیل دو فرزند خود داور انتخاب میکنه و براه سموئیل که راه خدا بود نمی رفتن، بلکه رشوت می گرفتن و عدالت پایمال می کردن. یک تلفن می گیریم از وطن آمده، از جمال جان از کابل زنگ زدن و بعد از این تلفن ادامه میتیم به درس خود. جمال جان مانده نباشی، وطندار عزیزم روی خط هستی، بفرمایین. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب، چی حال دارین؟ خوب بخیر هستین؟ تشکر، سلامت باشن، لطف کردین. بفرمایین برادرم، چیزی سوالی داشتین، چیزی گفتنی داشتین؟ بله، خودم نام جمال هست، من در شهر کابل زندگی میکنم و مدت 4 سال میشه که به عیسی مسیح من خودم ایماندار هستم. و من یک سوال دارم. سوال این است که چون محیط افغانستان محیط اسلامی هست، سالها یا بگیم قرنها هست که حکومت اسلامی حاکم بوده و من 4 سال که میشه که ایماندار هستم و بعضی اوقات وسوسه پیدا میشه که من پس عیسی مسیح را از قلب خود دور بکنم، ولی من این چیز را نمیخواهم و من میخواهم که همیشه خود در قلب خود احساس بکنم و نگذارم که وسوسه های دروغین جاگزین این محبت که در دل من دیره از من بگیره. و من میخوایم که مطابق کتاب مقدس، راهنمایی کتاب مقدس، شما اگر کدام راهنمایی دارین، معلومات بیشتر، میره میخوایم شما. جمال جان بسیار خدا را شکر میکنم برای شما، بر زندگی مسیحی شما و بر از اینکه شما به عیسی مسیح ایمان آوردین. وطندار بسیار عزیز ما
ما خدا را شکر میکنم و ما لطفا روی خط باشین و ما یکی از چیزهایی را که برای شما میخوایم از کلام مقدس خدا بتم ایست که عیسی مسیح برای ما در فصل 14 انجیل مقدس یوحنا میگه دلهای شما پریشان نشود بلکه به خدا توکل نمایید، به من ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل زیاد است، اگر چنین نمی بود به شما میگفتم من میروم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از این که رفتم مکانی برای شما آماده ساختم دوباره بر میگردم میآیم و شما را پیش خود میبرم تا جایی که من هستم شما نیز باشید. شما میدانید که کجا میروم و راه آن را نیز میدانید. و اما یک از شاگردای که توماس است میگه که خداوندا، او میگه که ما نمیدانیم تو به کجا میری، پس چگونه میتونیم راه را بدانیم؟ عیسی مسیح میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه. متوجه باشین جمال جان، یکی از چیزهای مهمی که در زندگی مسیحی است که ما توجه خود، مرکز توجه خود عیسی مسیح و وعده عیسی مسیح را قرار میدیم که واقعا وعده عیسی مسیح امید زنده برای ماست که او برمیگرده و این دورانی که ما بر روی زمین هستیم، مشکلات و هر چیز دیگه که ما را از چهار طرف میگیره و وسوسه های دنیا، این چیزها گذشتنی است. و اما اگر ما پایدار می باشیم و اگر ما عیسی مسیح را توکل میکنیم بالایش و از او میخواهیم که او سلامتی خدا واقعا به طوری که او میگه که ما برای شما میتونم و او میتهم، اگر ما به او ایمان میاریم و پایدار میمانیم، چی ما تنها باشیم چی در یک عاقله که پر از مسیحیت باشیم فرق نمیکنه. و من جمال جان برایتان میگم که شما پر برکت تر هستین از شخص ما که در اینجا نشستم در آمریکا. برکات خدا بالاتر بر شماست به خاطر از اینکه شما در محیط مشکل پیرو عیسی مسیح هستین. در محیط بسیار بسیار دشوار شما پیرو عیسی مسیح هستین. جمال جان، من میتونم از برادر عزیز خود خواهش بکنم که اگر بر وطندارای ما با یک چند کلمه بگوین که چطور به عیسی مسیح شما ایمان آوردین، این باعث برکت میشه، یعنی خودش باعث برکت میشه در جایی که شما هستین. و اگر شما این رو بگوین که چطور به عیسی مسیح ایمان آوردین. بسیار خوب، بسیار خوب. خب من همیشه در خود یک کمبودی احساس میکردم که یک چیز در من باید باشه که نیست. و چون من البته زاده مسلمان هستم، در محیط اسلامی بزرگ شدیم، سالهای متمادی را سپری کردیم، دیگه به ما احساس میکردیم که یک چیز باید باشه، یک یا نور یا محبت یا کلام، هر چیزی که هست باید در قلب موجود داشته باشه. من او را ندارم، کمبودی احساس میکنم. و بعضی یک دوستا هم بودن که اونها در رابطه با عیسی مسیح معلومات دادن، گفتن که او یا همین مسئله دادن که یگانه راه است و رسیدن به خداوند متعال. وقتی که من نامش را شنیدم، یک نوع چی بگویم، در را باز کرد یا یک محبت را بر من داد، آرامش، من او را احساس بکنم. و من این را بعد از او من این را درک کردم که واقعا اگر من عمیقاً فکر بکنم در این باره و او را در دل خود جا بدم، چگونه زندگیم تغییر خواهد کرد. و بعد از او که من احساس کردم و او را فکر خود متوجه عیسی مسیح ساختم دربارش، چون من فعلا کتاب مقدس در دری دارم، میخوانم، او را هم مطالعه کرده محبتش بر من جا پیدا کرد. هللویا. و کلامش که در نکات مختلف کتاب مقدس که گفته بودن، او آهسته 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 مانند خون بگویم، بله، اما تو این قوت داره. بعد از ما فکر کردم که ما باید عیسی مسیح در دل خود جا بدم. هللویا. و در اواخر یک وسوسه پیدا شد که چگونه
این طرف برم او طرف برم، رها بکنم نکنم چطور، باز هم من او تو تقاضا یا تصمیم شخصی این نیست که عیسی مسیح را از خود دور بکنم. از این خاطر من خواستم که با شما هم کلام شوم، از شما نظریات بگیرم حتما. و نگذارم که نظریات یا وسوسه ها یا گفتارها یا تشویق های نادرست مرا از خداوند متعال دور بکنه و روز نشود که من خودم شرمسار باشم و شیمان باشم که ای خداوند من در چه حالت قرار دارم. بله برادر عزیزم، دیگه از این خاطر شما را پرسان کردم و دیگه وقت شما را نمیگیرم دیگه، چون شما هم مصروف هستین. تشکر از معلومات شما. باز شما را به خداوند پاک می سپارم. در برنامه های بعدی شاید تماس بگیرم. من گاه پیام هم میفرستم. امید است که با من همکاری کنن در رابطه با جوابات سوالات. حتما برادر عزیزم جمال جان، بسیار تشکر از محبتتان، بسیار تشکر از اینکه شما زنگ زدین و لطف کرده. حتما حتی بعد از برنامه شما میتونین زنگ بزنین و برای من رخ میکنن که ما صحبت بکنین و ما که بعضی برادرای دیگه شما رو معرفی میکنیم که ایشانم شما میتونین با ایشانم مطرح کنین سوالاتتان. این بسیار خوب است برای رشد مسیحی، بسیار بسیار خوب است و ما خدا را شکر میکنیم برادر عزیزم. و اما ما باز هم برای شما اطمینان میتونم برادر عزیزم که از شخص ما که از بسیاری کسایی که در اینجا هستیم شما زیادتر بزرگتر سپاهی عیسی مسیح هستین و زیادتر قوی هستین و ما دعا میکنم که خداوند برای شما امو شادی خود، امو شادمانی خود دوبالا کنه، برای شما بیشتر بکنه تا که امو یک سرود است. ما ایره برای شما میخوانم جمال جان. این سرود میگه که در موکب ظفر مسیح پیش روم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانم بین انسان‌های بینوا. بله شما عطر معرفت عیسی مسیح را بین انسان‌های بینوا می افشانین، چرا که شما در اوج هستین، شما داخل مشکلات هستین و خداوند میگه که من فیض خدا عطا میکنم. هر کسی او جرأت نداره که در یک جای سخت زندگی کنه و باز هم پیرو عیسی مسیح باشه. و اما آفرین بر شما که شما او شخص هستین و شیطان هیچ است اگر ما تکیه میکنیم بر وعده های عیسی مسیح تکیه میکنیم. از همین خاطر این سرود میگه قلعه شیطان فرو ریزد چون آواز شادمانی خیزد، نه به قوت و نه به قدرت بلکه با روح او به جرأت. روح عیسی مسیح، روح مقدس، روح خدا برای شما این جرأت داده. روح خدا برای شما رهبر شماست و مطمئن باشین جمال جان که خداوند برکاتش برای شما داده. خواهش میکنم باز هم که ما تماس بگیرین. حتی بعد از برنامه شما میتونین تماس بگیرین و ما بسیار خوش میشیم که شما صحبت بکنیم. وطندار عزیزم خداوند شما را برکت بده و ما برای شما حتما دعا میکنم و در دعا هستم وطندار عزیزم. برمیگردیم. پس ما میبینیم که سموئیل 2 فرزند خود انتخاب میکنه بر داوری و این اشتباهی کلان سموئیل میباشه. در نتیجه ما میخوانیم پس تمام بزرگان قوم در یک مکان گرد هم آمدند و نزد سموئیل بر رامه رفتند و به او گفتند خودت پیر و سال خورده شدی؟ میگه خودت پیر و سال خورده شدی و پسرانت هم برای تو نمی روند و پسرانت هم برای تو نمی روند. مردم میبینن ما را، مردم همیشه ما رو میبینن، مردم کور نیستن. پس اگر ما ظلم میکنیم مردم میبینن. بنابراین ما میخواهیم که مانند اقوام دیگر اشتباه بنی اسرائیل اینمیجه بود، مانند اقوام دیگر اشتباه سموئیلی بود که او اقربا پرستی کرد و او بچای خود به داوری انتخاب کرد.
و اما آل بنی اسرائیل اشتباه دیگر چی میکنه؟ چی میگه؟ چی میگه؟ که مانند اقوام دیگر پادشاهی داشته باشیم. ای کاش که بجای مانند اقوام دیگر که در اینجا نوشته است، ای کاش که بنی اسرائیل در اینجا میگفتن، درخواست میکردن که ما مانند یک بنده نیک خدا پادشاهی داشتیم. کاش که میگفتن که ما مانند یک بنده نیک خدا میخوایم پادشاهی داشته باشیم، ولی چی گفتن؟ مانند اقوام دیگر. و اقوام دیگر در دوران در چهار طرفشان اقوام دیگر، تمامی از این اقوام یا از خدا دور بودن یا بت پرستا بودن. و ما میبینیم که مانند اقوام دیگر پادشاهی داشته باشیم تا بر ما حکومت کند. سموئیل از این که آنها گفت ما پادشاه میخواهیم بسیار دلگیر شد، پس به حضور خدا دعا کرده و از او راهنمایی خواست. ما میبینیم که در اینجا اشتباه بنی اسرائیل در اینجا چیست؟ که خواستن که مانند دیگرها باشن. حالا در زمانی که ما هستیم بسیار آسان است که ما در وسوسه بفتیم و ما مانند دیگران باشیم، و اما خداوند نمیخواهد که ما مانند دیگران باشیم. خداوند میخواهد که ما مانند مسیح باشیم. مسیح عیسی مسیح مثال ما عیسی مسیح باشه و بنده های نیک خدا مثال ما باشه، نه کسانی که دیگر هستند و از خدا دور هستند و بت پرست هستند. ما قومی هستیم جدا شده، قومی هستیم که خدا ما را انتخاب کرده. ما مردم مختلف هستیم. خداوند ما را تقدیس کرده. باید ما به خواست خدا هر چیزی که میخواهیم انجام شود، نه به خواست دنیا. خواستهای دنیوی نه، بلکه خواست روح خدا. تلفن میگیریم از فرهاد جان از افغانستان زنگ زدن. فرهاد جان وطنداری عزیز، مانده نباشی، روی خط هستی. سلام علیکم برادر حسین. سلام فرهاد جان، خوب بخیر هستی وطندار؟ شکر، زنده باشین، سلامت باشین. بفرمایید برادر عزیزم. برادر حسین، خواستم که براتون بگم که برای ما دعا کنین، به یک مشکل گیر ماندیم. بله. من یک فامیل 3 نفری بودم، خودم با همسر عزیزم و یک دختر که خودتی دارم. خانم 4 ماه پیش مسیح شده بود. از اینکه مسیح شد برای ما گفت که ما مسیح شدیم. ما هم تشویق کرد دلیل ما خودم هم چند وقت است که مسیح شدیم. باز بعد از اینکه مسیح شدیم، خانم مرا چند وقت پیش به سبت خیلی رفته میشه که فامیل ما گیر کرده بودن به سبت کتاب مقدس میخوان. ما در مسیح آمدیم، خیلی خوشبخت بودم، ولی یک چیزی بود که برای 2 ماه یا 3 ماه در زندگی ما خوشبختی بود. خوشبختی ما به غم تبدیل شد فعلا، چون یک هفته است که ما از همسرم و از دخترم خبر نداشتم. بعد از اینا شب خبر شدم، بر ما زنگ زده بودن که ما در کجا هستم. ما بستم پیشترم که دیشب بر ما زنگ زده بودن چون شما رو نشناختم، ما با شما صحبت نتونستم بکنم. با نمیتونم درستم بایدتون صحبت کنم، با خواهی یک هفته از همسرم خبر نداشتم. با دوایی بله برادر عزیزم فرهاد جان، من شنیدم و من که شما قبلا هم صحبت کردم و شما قبلا هم زنگ زده بودین و خدا رو شکر میکنم برای شما و برای ایمان شما به عیسی مسیح. فرهاد جان برادر عزیزم، و من اطمینان میتونم که من براتون ادامه میتونم دعا میکنم و در کلیسای خودم خواهش میکنم از وام که و هم
برتان دعا بکنن و دیگه مؤمنین هم ازشان خواهش میکنن برای فرهاد جان دعا بکنین و مؤمنین خداوند برای از این برادر عزیز ما که در مشکل بسیار زیاد افتادن و ما خواهش میکنیم که برشان دعا بکنین، چون در شکنجه، زیر شکنجه هستن به خاطر ایمان مسیحی خود. کتما هم دست شوین، هم فکر شوین در روح مقدس خدا. ای مؤمنین عیسی مسیح، بیاین که برای فرهاد جان و برای خانمشان و برای دخترکشان دعا کنیم که خداوند از یا نه تنها محافظت کنه، بلکه خداوند یا را فیض بده و قدرت بده و آزادی بده از این مشکلات. ای خداوند عزیز، ما تو را شکر میکنیم که تو خداوندی هستی که ما میتونیم به تو توکل بکنیم، حتی در سختی، حتی در مشکلات، حتی در تنگی. اما قسمی که کلامی تو گفته، گرچه از وادی سایه موت هم راه روم، از هیچ بدی نترسم، زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی می دهد. ای خداوند عزیز، ما عصا و چوب دستی تو را می خواهیم ای خداوند که تو برای برادر فرهاد و فامیلش، برای خواهر عزیزم، برای خواهرک عزیزم، بته ای خداوند عصا و چوب دستی خدا تو تکی قلب از یا باش، تکی زندگیشان باش، وکیلشان باش ای خداوند، و واره از این مشکل نجات بده به نام یگانه منجی بشر عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. فرهاد جان، من نمیتونم که پیمایش مشکل شما را ایجا ششتیم و او را بتانم حساب بکنیم، و اما خداوند ما خدایی است که او مشکل کشای ماست حتی در مشکلات. و ما دعا میکنم که خداوند جلال بیافته از طریق شما و خداوند شما را کمک بکنه، خداوند خوارکای ما را کمک بکنه. برادر عزیزم، خداوند شما را برکت بده به نام عیسی مسیح. آمین. واقعا وقتی که ما در مشکل هستیم، یگانه وسیله ما، یگانه راه ما دعاست پیش خداوند و تکیه بر خداوند عیسی مسیح، چون او میگه ما برای شما آرامش میتونم و ما آرامش عیسی مسیح رو برای شما میخوایم. برادر عزیز من فرهاد جان، خداوند شما را برکت بده. حتما من کوشش میکنم که باز هم که شما تماس بگیرم و باز هم صحبت بکنم. دیروز چند بار تماس گرفتم، متاسفانه نشد. خدا را شکر میکنم یک باری که تماس گرفتم تانستم با شما صحبت بکنم. و اما ما خواهش میکنم از مؤمنین عیسی مسیح که بر شما حتما در دعا باشن. خداوند شما را برکت بده. بسیار بسیار مشکل از زندگی، و اما در این مشکل باز هم خداوند یار و یاور ماست. خب ما میخونیم کلام خدا برای ما میگه که اقوام مانند اقوام دیگر پادشاه بنی اسرائیل خواستن. ای کاش یعنی بنی اسرائیل مانند یک بنده نیک خدا، ای کاش که مانند سموئیل و یک پادشاه میخواستن. ای کاش این کار میشد، و اما مانند سموئیل نه، بلکه مانند اقوام دیگر پادشاه خواستن. این اشتباه بنی اسرائیل بود. بنابراین ای برادران، من با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست میکنم. پولس رسول میگه در مورد از اینکه چطور ما باید مانند دیگران نباشیم، چطور ما باید مانند مسیح باشیم، چطور ما باید مانند یک مسیحی که در او روح خداست، احکام خدا از او جاری میشه، مانند از او کسا باشیم. بنابراین ای برادران، من با توجه به این رحمت‌های الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداست به او تقدیم کنید. عبادت روحانی و معقول شما همین است، هم شکل این جهان
هم شکل این جهان و یا اقوام دیگر نباشید. هم شکل این جهان و یا اقوام دیگر نباشید. کلام خدا برای ما میگه. پولس رسول این برای ما واضح میکنه. متوجه باشیم که ما نباید هم شکل جهان باشیم، بلکه به وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید اراده خدا، نه اراده شخصی شما، نه ای که ما میخواهیم که مثل دیگه اقوام پادشاه داشته باشیم، بلکه اراده شما مطابق اراده خدا باشه. و اراده خدا است که شما اشخاصی را رهبر خود داشته باشین که وا بنده های نیک خدا هستند و وا داورهای درست هستند و وا رهبرایی هستند که قوانین خدا را پایمال نمی کنن و زندگی را احترام می کنن و چیزهایی که از کلام خدا نیستن از او دوری می کنن، بلکه چیزهایی که در کلام خدا است در او شادمان می باشند. کلام خدا برای ما میگه هم شکل این جهان نباشید. متوجه باشید، میگه هم شکل این جهان نشوید. بنی اسرائیل چی گفتن؟ مانند اقوام دیگر. مانند اقوام دیگر یعنی ما میخوایم هم شکل اقوام دیگر شویم. کلام خدا چی میگه؟ هم شکل این جهان نشوید، بلکه با وسیله تجدید افکار وجود شما تغییر یابد تا بتوانید اراده خدا را تشخیص بدهید و آنچه که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. مفید، پسندیده و کامل، سه کلمه: مفید، پسندیده و کامل. و تمامی از این چیزها تنها در اراده خدا ممکن است. تنها در اراده خدا ممکن است. پس اشتباه بنی اسرائیلی بود که خواستن که مانند دیگرها باشن، نه مانند چیزی که فرامین خداست. ایست مشکل بنی اسرائیل. خداوند به سموئیل فرمود برو و به هر چه میگویند گوش بده. آنها میخواهند مرا ترک کنند، چون پادشاه بنی اسرائیل خدا بود. آنها میخواهند مرا ترک کنند، نه تو را، و میل ندارند که بعد از این من پادشاه آنها باشم. خدا قضات بر از او مقرر میکرد، داورا را مقرر میکرد. پادشاه اصلی خود خدا بود و آل بنی اسرائیل میخوان مانند دیگر اقوام پادشاه داشته باشند. از همان روزی که آنها را از کشور مصر خارج کردم همیشه سرکشی کردند و پیرو خدایان دیگر بودند. حالا با تو همان رفتار را میکنند. پس برو و به هر چی میگویند گوش بده، اما با آنها اخطار کن و آنها را از رفتار و کردار پادشاهی که بر آنها حکومت خواهند کرد با خبر ساز. و ما میفهمیم که در آینده پادشاهان بنی اسرائیل چقدر سرکش بودن. بسیار تعداد کمشان که خدا به خدا تسلیم کردن دیگه تمامیشان از پادشاه اول گرفته که شاول بود و شاول خداوند او را مسح کرد. درست است، او مسح شد به حیث اولین پادشاه بنی اسرائیل، و اما خداوند روح مقدس خدا از او پس گرفت و ارواح ناپاک او را آزار میداد و او حتی خواست که بنده های خدا را آزار بده. مثل داوود میخواست که داوود حتی بکشه. و ما میبینیم که بنی اسرائیل بالای خود چی آفات سخته، بنا به خواهش شخصی خود، بنا به اراده خود و بالای خود این مشکلات عظیم آوردن. وقتی که پادشاهی خدا را رد کردن، مانند دیگران خواستن که وکیل و یا پادشاه از خود داشته باشند. خدا ای را نمیخواست، این خواست خدا نبود. ما میخوانیم در کتاب قضات و یا در کتاب داوران که بنی اسرائیل به جدعون گفت تو بیا و حاکم ما باش و تو و پسرانت و نسلهای آینده تو، زیرا تو ما را از دست مدیانیان نجات دادی. در حالی که نجات جدعون نداد، بلکه نجات خدا داد. جدعون خداوندی قدرت داد که این کارا را بکنه، او از خود نکرد. و اما جدعون مرد خدا جواب بسیار سریع برای مردم میده: نه من و نه پسران من. متوجه باشین، نه من و نه پسران من پادشاه شما میشیم، حاکم شما خداوند است. قضات ای را میفهمیدن.
و اما مردم بالای خود آفت آوردن، مردم مشکل در زندگی خود از دست خود آوردن. اما یک مثال میگه خود کرده را درد نیست. این حقیقت است. وقتی که ما به خود در مشکل میندازیم و بعد از او مینالیم، ما به چی مینالیم؟ خود در او مشکل انداختیم، در حالی که کلام خدا برای ما راهنمایی کامل است که ما چطور زندگی خود پیش ببریم. پس ما خود در مشکل نندازیم، هر چیز با حکمتی که خدا برای ما میبخشه در زندگی خود پیش ببریم. ما باید در هر کار، در هر امور زندگی خود باید متوجه باشیم که آیا رضای خدا در این چیزی که من میکنم هست یا نیست. آیا این خاص شخصی خودم است و یا خدا میخواهد که من این کار را بکنم. حتی به شمول از این که اگر ما در یک جای هستیم و او خانه را میفروشیم، در جای دیگه خانه میخریم، آیا اراده خدایی هست در این یا نه؟ و یا اگر ما در یک کشوری بعضی وقتا در مشکل هستیم، ما میخواهیم که در کشوری دیگری بریم که شاید در اوجا خوبتر زندگی داشته باشیم، خدا میگه آیا اراده من هست در این یا نه؟ ما باید متوجه از این باشیم. اگر ما یک کار داریم، در اوجا کار ما هست و ما خدا را جلال میتیم، اگر ما بگیم که نه این کار ما بیزار شدیم از این کار، یک کار دیگه میکنم و یک کار دیگه پیدا میکنم، آیا اراده خدا در این هست یا نه؟ ما باید متوجه باشیم در اینجا. پس داوران این چیزا میفهمیدن. جدعون به صراحت گفت چی میگه؟ میگه نه من و نه پسران من پادشاهی ما شما میشیم، بلکه حاکم شما خداوند است. او میفهمید و خداوند همچو حاکم برای ما وعده فرموده در عهد عتیق. اگر ما کلام خدا را گوش بکنیم، قاضی اصلی ما، پادشاه اصلی ما، شاهزاده سلامتی اصلی ما عیسی مسیح. از همین خاطر اشعیا نبی در مورد از این میگه برای ما فرزند زایده، پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت میکند. کی سلطنت میکند؟ او، یعنی عیسی مسیح، یعنی خداوند زنده بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزاده سلامتی خواهد بود. و این سرور سلامتی کسی است که پیروزی از آن اوست و در او کسانی که مؤمنینش هستند پیروز هستند. کلام خدا چی میگه؟ آنها با بره جنگ خواهند کرد. این زمان آخر را میگه. اما بره که بره خدا یعنی عیسی مسیح، کسی که گناهان ما را بالای خود گرفت و فدا شد و قربان شد و کفاره گناهان ما را پرداخت، او بره پیروز خواهد شد، زیرا اوست خداوند خداوندان و شاه شاهان و همراهان او، یعنی کسانی که مؤمنینش هستند، کسانی که مطابق قوانین از او راه میرن، که برگزیده و وفادار خوانده شده اند، در پیروزی او شریک خواهند بود. اگر ما مطابق فرامین خداوند زندگی خود پیش میبریم، مطابق اراده خدا زندگی خود پیش میبریم، چیزی که از آن خداست، خداوند در او ما را شراکت میده، یعنی حیات ابدی. خداوند حیات ابدی است و اگر ما به او ایمان می داشته باشیم، ما در او حیات ابدی شریک می باشیم. آنگاه باز می خوانیم، آنگاه صدایی شنیدم که مانند صدای گروه عظیم و صدای آبهای بسیار و غرش شدید رعد بود و می گفت خدا را سپاس، خداوند خدای ما که قادر مطلق است سلطنت می کند. سلطنت از آن خداست. پس چقدر پر لذت، چقدر خوشی است در این که ما خداوند خدای متعال پادشاه خود و رهبری اصلی خود قرار بدیم. عیسی مسیح برای ما میگه، کلام خدا برای ما در اشعیا نبی میگه که او اول و آخر است، تنها او خدا هست و غیر از او خدایی وجود نداره. و در کتاب مکاشفه ما میخوانیم که کلام خدا از دهان عیسی مسیح میگه من الف و یا، اولین و آخرین، آغاز و انجام هستم. خوشا به حال کسانی که رداهایشان را پاک بشویند، آنان حق خوردن از درخت حیات را خواهند داشت و به دروازه های شهر وارد خواهند شد. برکات خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. خداوند شما را برکت بده. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح،
دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح.